این لوگوها رو باید از حفظ بکشیم. خب لوگوی مکدونالد رو بکش. حاجی مکدونالد که طبیعتا اینه دیگه. حاجی خوب کشیدم. حاجی خدای قویم. کاش میگفت چند درصد نزدیک کشیدی. لوگوی نایکی رو بکش. خیلی زشت شد. نه خدای خیلی هم زشت نبود. اصولش همینه. منتها ببین اینجا رو باید پرتر میکردم که این دیگه به خاطر کمبود شعورمه. دوستان عزیز لوگوی اپل رو بکش. میشه تقلب کنم؟ نه نمیشه. حروم خور نباش. باید باریکتر باشه این نوک موس من. حاجی خیلی ترسناک شد. ای وای توپر بود حاجی. ببخشید حاجی خیلی شبیه آدم شد. لوگوی استارباکس رو بکش. به خودم افتخار میکنم که توی 6 ماه گذشته واقعا رفتم استارباکس خوردم، ولی قهوه سر کوچمون از استارباکس مزه بهتری رو داشت. خب این میدونم که یه ستاره داره یا خودش یه ستاره است. هیچ استرادی توی نقاشی ندارم دوستان. نه داره شبیه چی دیگه میشه. بابا یه ساحره این وسط دیگه که توی دریاها کار میکنه. اون مربوط به دریا. این چیه؟ لوگوی آمازون رو بکش. آمازون که خیلی ساده است. آمازون. خب مهم اینه که آقا اینو میدونم این هست، یعنی میگه ما از A تا Z و همه رو داریم. یس که نداشت. ولی خب پپسی، لوگوی پپسی الان. متنفرم از لوگوی پپسی الان. این واقعا نشون میده که یه کارایی من دارم انجام میدم که حافظه‌مو ضعیف میکنه. اون کارو نباید دیگه انجام بدم. اگه حافظه تو هم یه مقدار ضعیف شده حتما دکمه لایکو بزن. ببین پپسی خب قرمز و آبیه دیگه، ولی این لوگو جدیدش ببین اصولش که یه دایره است. پس ما باید در نهایت یه دایره داشته باشیم و رنگ قرمز میدونم که رنگ غالبه، پس طبیعتا باید پایین باشه. ببخشید باید بالا باشه. ببخشید رنگ غالب معمولا بالاست توی لوگوها و به این صورت پر میکنیم. بنده بچه‌ها میتونم به جرئت بگم از بچگی هیچ گونه استعدادی توی نقاشی نداشتم. یعنی یه بار رفتم کلاس نقاشی، رسیدم خونه مامانم گفت نقاشی هم یاد گرفتی؟ گفتم نه، بچه‌ها بودن دوست پیدا کردم بیشتر، چون تو نقاشی واقعا استعدادی نداشتم. ولی خب دخترهای زیبارویی میومدن کلاس نقاشی. این ویدیو رو برای نازنین نفرستین. این آخه دهنشو برای چی کج کردین؟ من نمیفهمم. لوگوی توییتر الان نیست. میخوام رکب بزنم به توییتر که دیگه نداری، فروختی دیگه. کش خوب دیدی فروختی به آقای ایلان ماسک. خب بس این کارو میکنم من. این یعنی بدترین فوش به توییتر. اگه تو هم